ناراحت نشو اصلا این بحث دیس نیست، میخوام تحریک کنم داشی اصلا نیست به قول بس یا رب خست شده قلمی چرخو کلماتم هست شده خارج از خانه شدی پای رفیقای من فاز حرکت داری تو با چراغای سبز تو با چراغای سبز با ترکای خز میدی بوی لجن حاجی نزن سلاحای سبز هرکی داره از جس خودش رپ چش میره و که رپ چش میریم زده به خرجش میره یا اون رپری که مراجع تقلید داره اصلا بگذاری تو میخونی رپ 6 سال وقتی قدمت رپت باشه 5 6 سال پس عمر کودک رپم تشویق داره ماها کار نمیدی چون پای هدف خوابیده پس کبرا هنوز حاجی تصمیم داره کار بگذاریم گفتم یارو همه میگذرن مهم اینه که تلسم رپو کیا میشکنن این بود ورس اول اصلا فاز دیس نبود اما ورس دوم داشت فاز دیس ناراحت نشو اصلا این بحث دیس نیست میخوام تحریک کنم داشی اصلا نیست به قول بس یا رب خست شده قلمی چرخو کلماتم هست شده برو بچه بزا بزرگترت بیاد وسط هنوز نرمی موزی چالی شیری مثل اصلا برو واسه در دافات لالایی بخون اصلا اش ممنوعه بمون تو کفه یه بود بچه خوشگلی و فنچت گشاده موزه به خودت باش دانی بچه بازه خلوت کنی کپی ابلیس کنی خودی یا هنگ میکس کپی کاسکاو رپ مودی بازم میسازم تو دستم قلم هست شوخی ندارم تو گوش کن با حسرت شیک هدف چکی ورق سفید تو دستم قلم نگی دهنی سرفی بی تو قدرت نشستم ناراحت نشو اصلا این بحث دیس نیست میخوام تحریک کنم داشی اصلا نیست به قول بس یا رب خست شده قلمی چرخو کلماتم هست شده بشین بچه برو سمت سبک تازه کارت کلماتو ازم یاد بگیر از ظرفتای دیگه بهترش تره سمت بک سلول خودت بمسیک تو که نمره بدم 20 مغزم خریز 20 سکسو دادی مفتوحی دیگه حسو گرفتم و دادم دورش قلم به دست گرفتم و زدم بارش داره پی میبنده تو دلم حوث که بخونم رپ و با جرأت و با یه نفس خودتو حساب نکن شاهکار رپی هر وقت حشری میشم تو سوژه واسه شرمی باز مستی تو لالایات زدی ریدی حدت همه تو فیسبوک با اینا تز بدی ولی باد کنار میام تو که تکس میبری بگذری آهنگاتم با صدای خلوت میشنوی بازم بگذری تذکر از یه رپر 4 سال سابقه دار داشتی مال رپ نیستی حاجی بزن کنار الان 4 سال میگذره قلم به دستم فکر نکن از توی 2 ساله میترسم فکر کنم نسبتی با خلوت داری بین خودمون باشی رفتی شب بش دادی بخوابون نایی که واسه تیز کردم بعدش بیا بگو همه رو دیس کردم این همون چیزیه که خواستی واسه تنوع بقیهشم بمانم وقت تلف شد ناراحت نشو اصلا این بحث دیس نیست میخوام تحریک کنم داشی اصلا نیست به قول بس یا رب خست شده قلمی چرخو کلماتم هست شده آره سرش خدایی دانی و من زدیم تم برم میتونیم مودیس میکنیم تم بدم من به خواست تو نمیخوام تم بدم آره تن نمیدم دایی تو آهنگ قبلی هم گفتیم اونایی که دوست ندارن به درک دیگه اصلا نیاز نداره دوباره بگم ولی حالا که گفتم خوب دقت کن به درک به درک به درک دانیال آره همین اسمت سرشو ناراحت نشو اصلا این بحث دیس نیست میخوام تحریک کنم داشی اصلا نیست به قول بس یا رب خست شده قلمی چرخو کلماتم هست شده